ایزدی‌های عراقی در شهر بشیقت در نزدیکی موصل با بازسازی معبد شروع کردند که سال 2014 گروهی به نام دولت اسلامی آن را ویران کرد. مردم اینجا جبر زیادی از جنگجویان کشیدند و هزاران نفر هم کشته شدند. به نام جهادیان مردان ایزدی را قتل می‌کردند و زنان را به حیث غلام استفاده می‌بردند. سازمان ملل این عمل را نسل‌کشی عنوان کرد. بعد فرار جنگجویان از منطقه مردم به زندگی آسایشته برمیگردند. خانه من کمی دورتر از اینجاست، ولی ما خانه ها را برقرار نمی کنیم چون که معبدها مهمترند. ما باید 8 معبد دیگر را بنیاد کنیم. اساسی مذهبی ایزدی را دین زردشتی تشکیل می دهد. هرچند در این مذهب بعضی از ارکان اسلامی دین یهودی و مسیحیت قدیمی وجود دارد. طول 100 ساله ها مسلمانان کوشش کردند که به ایزدی ها دین خود را تحمیل نمایند و آنها را به عبادت شیطان عیبدار می‌کردند. از این خاطر ایزدی ها بعضی رسم و آیین های خود را مخفی نگاه می‌داشتند و داستان های قدیمی هم جای ثبت نشده و از دهان به دهان می‌گذرند. حالا اختیاریان از حساب مبلغ های خیریه معبدها را برقرار می‌کنند. در اینجا 250 نفر به پول کار میکنند. آنها معبدهای ما را بر عوض مبلغ نمیسازند و همه ما خوشبختیم. ما معبدها را از نو میسازیم چون که نیکی همیشه بر بدی پیروز میشود. ما مردمی نیکیم و آن چیزی را که مردمی بد خراب کردند برقرار میکنیم. منطقه را که در آن ایزدی ها به سر میبرند از سوی کردهای پیشمرگه نظارت میشوند. جمعیت ایزدی ها امیدوارند که تیرمای امسال یعنی اولین بار در 3 سال اخیر مراسم های مذهبیشان را برگزار میکنند.